سر تو کوچه های خبر داره میره توی گور، این عزمای در به در دمها رو از دل ببر، با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر. نارمن کنار مترو سرزد ماشین پلیس آتیش زدن. مردم نترسید، ماشین پلیس آتیش زدیم. این هفته خبر تو خبر داره براتون از عزمایی که روزها تصاویر قیام رو مرور میکنه و شبها کابوس میبینه. هدف تخریب مراکز حساس و مؤثر در اداره کشور بود. به پلیس حمله کردن، به مراکز سپاه حمله کردن، به بعض از مراکز دولتی حمله کردن، به بانک ها حمله کردن. پاسدارا و بسیجی‌های هراسون هم مدام این خاطره ها رو به هم یادآوری میکنن. روحانی شهید کردن، بسیجی شهید کردن، پلیس شهید کردن، بچه‌های یکان ویژه رو شهید کردن، بچه‌های امنیتی رو شهید کردن، پاسدارا رو شهید کردن. ببینید قیام چه بلایی سر عزما آورد که اژه‌ای گوشخوارم داره از غرق شدن کشتی نظام میگه. این کشتی نجاتی است که اگر ما از این کشتی استفاده کردیم حتما نجات پیدا میکنیم، اگر نه خدای نکرده ممکنه که غرق بشیم، نابود بشیم. توی این اوضاع و احوال سر و عمامه شیخ فری هم پیدا شد و اینطوری گفت: دست برداریم از لجبازی در برابر مردم. لجبازی در برابر مردم جواب نمیده. ما باید در مسائل خارجی از مردم بپرسیم. اینجا بود که از توی استبل ولایت یه چنین صداهایی بلند شد. جناب آقای روحانی به دعوت ایشون لبیک گفته و آتیش بیار معرکه شده و اعلام کرده که الان وقت اصلاحات بزرگ هست. بله، امروز وقت اصلاح بزرگه. اصلاح بزرگ دستگیری شماست، اصلاح بزرگ اعدام شماست. کارشناساشون هم قاط زدن و صحبت از تغییر پارادایم کردن. من هم معتقدم پارادایم ما باید عوض شه، یعنی از پارادایم نئولیبرالیسم اقتصادی و پارادایم نئولیبرالیسم فرهنگی باید عبور کنیم، وگرنه بیچاره خواهیم شد. این یکی هم تازه یادش افتاده که برای سنجش مشروعیت نظام به حساب و کتاب رو بیاره. ببینید، ما الان مواجهیم با یک بی‌اعتمادی فراگیر از ناحیه مردم در حق حاکمیت. حجم سنگینی از این بی‌اعتمادی متاسفانه شکل گرفته و عمیق شده. امروز تو ادبیات سیاسی سخن اینه که شما اگر زیر 55% 60% مشارکت داشته باشید باید در مردم سالاری نظام تردید کنید. این کارشناس اقتصادی حکومت هم دنبال اینه که ببینه چی شد اینطوری شد. چون مردم حس میکنن که قادر به مواجهه و رویارویی و تغییر در نظام اقتصادی و سیاسی کشور نیستند، خود به خود گروه‌های زیادی اینو ترویج میکنن که خب ما باید چیکار کنیم، این شرایط رو که نمیتونیم تحمل کنیم. تو بنبستی که عزما گیر کرده، مذاکره هم یه معنی بیشتر نداره و اونم اینه: و اگر ایران بشینه پای میز مذاکره میخواد راجع به چی مذاکره کنه؟ لذا مذاکره یعنی پذیرش چی؟ تسلیم. هر کدوم از اینها پذیرفته بشه، حتی همش نه، چند تاش پذیرفته بشه که مسجله، شکست چه چیز خواهد بود؟ آبرو. رفتن آبرو و شکست گفتمان انقلابی. آیا در کیش شخصیت رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی این هست؟ خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با حرفای رئیس جمهور مشنگ خامنه‌ای شروع میکنیم که بعد از این همه جنایت اومده روزه مهربونی میخونه. با مردم باید با مهربانی برخورد کنیم.
با مردم نباید با سختی برخورد کنیم، نباید با تندی برخورد کنیم و مسئولین ما و مدیران ما و کارشناسان ما باید نگاهشون در ارائه خدمت به مردم بر اساس محبت و عشق و ایمان و باور باشه. این یکی هم مرزهای مالکشی و خونشوری رو با یه جمله جابجا کرد. من از مسئولین میخوام که حتما باید نسبت به حقوق نیروهای انتظامی و نیروهای دفاعی ما به شدت احترام بورزن. این فرزندان این خاک که تمام جانشون رو برای دفاع از امنیت ملی و امنیت استراتژیک کشور گذاشتن، حقیقتا در خور هستن که زندگیشون هم تامین بشه. من از این بابت احساس نگرانی دارم. کارشناسای تیوی ریشم شب و روز مشغول تهدید تروریستی هستند. خبرها نیست. حالا انشالله این وسطا خدام به مؤمنین لطف داره، مثل همیشه این 47 سال که فرمون دستش بوده یه دفعه دیدی این وسطا یه تیر غیبی هم رفت سمت تهران. خدا اینطوریه، کمک میکنه. نمیشه مشنگستان باشه و از این مشنگ عمامه‌دار یادی نکنیم. و بعد هر چیز ضد انقلابه تو انگلیس، تو آلمان، تو هلند، تو قبرستون، تو هندستان، تو فرانسه پایگاه منافقینه، پایگاه همه عناصر آشوب طلبی است که اینا. کسادی جمعه بازار ولایت به جایی رسیده که طرف مجبور شده اینطوری به پابربریاش بگه حرف نزنن و گوش کنن. که اونهایی که تو نماز جمعه میشینن کنار هم با هم حرف میزنن اینا مثل خر میمونن. کسایی که تو نماز جمعه کنار هم میشینن با هم حرف میزنن عوضی که خطبه را گوش بدن اینا مثل خر میمونن. در پایان توجه شما رو به یک مونولوگ زیبا از فیلم ماندگار دیکتاتور بزرگ جلب میکنیم که بی مناسبت با این روزها هم نیست. اثری جاودانه از چارلی چاپلین. And dictators die. And the people take Come on!